جان من این صحنه رو ببینید. این بچه چقدر مؤدب اینجا نشسته. ببینید اینجا اسکلت پای مرغه، یعنی میاد اینجا به هیچ دست نمیزنه، منتظر میمونه تو غذاشو بهش بده. ببینید تشریف بیار، بفرما تشریف بیار اینجا عزیزم، بیا بخور نوش جانت. دوستان میگن تو چرا نمایش میدی این بچه رو نمیبری پناهگاه؟ بابا پناهگاه جای حیوانای سالم نیست، پناهگاه با حیوانایی که آسیب دیده هم برن اونجا. حالا دوستان میگن تو اینا رو اینجا نگه داشتی داری نمایش میدی، یعنی این واقعا نمایش نمیخواد که این حیوان به این گرسنگی این همه غذا اینجا به هیچی هم دست نمیزنه. اینا رو نباید نمایش داد. آقا لطفا همتون یه گوشی دستتون بگیرین به این حیوانات تو خیابون غذا بدین. حالا نمایش هم دادیم مثل ما اشکال نداره، فقط اینا گرسنه نمونن. اینا که نباید به این خوشگلی و سالمی برن پناهگاه، که اینا باید همینجا بیرون دور بزنن کیف کنن.